در تاجیکستان که ساکنانش از نورسایی برق رنج میکشند و برای حل این مشکل راه‌های گوناگون را تجربه میکنند، واردات پنل‌های آفتابی را از پرداخت باج گمرکی یا انداز از ارزش ایلاوه شده آزاد کردند. بر اساس تغییرات به کودکس انداز که روز 17 دکبر پارلمان قبول کرد، برای آوردن پنل‌های آفتابی تا 1 ینوری سال 2031 باج گمرکی گرفته نمی شود. در این باره از کمیته انداز به خبرگزاری دولتی خاور اطلاع دادند. به گفته مسئولین این نهاد، امتیاز با هدف هوسمندسازی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای استفاده از پنل‌های آفتابی و قسم‌های احتیاطی آن پیش بینی شده است. همزمان با این، طبق کودکس انداز به زمین‌های هم که در آن تجهیزات تولید کننده برق استفاده و نصب می شود سبکی داده می شود. یعنی صاحبان چنین زمین‌ها برای 5 سال از پرداخت اندازی زمین آزاد کرده می شوند. پیشنهاد امتیاز برای آوردن پنل‌های آفتابی در تاجیکستان در حالی است که ساکنان کشور در فصل سرما به کمبود شدید برق گرفتارند و استفاده از نیروی آفتاب یک راه خلاصی از بی‌برقی دانسته می شود. ولی به گفته ساکنان، دسترسی به پنل‌های آفتابی و پیوست‌شوی به نیروی آفتاب حالا خراجات زیاد دارد و نه همه دسترسی به آن را دارند.